عبدالقادر طلبکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی‌دهند. او با نشر یک ویدیویی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست‌های حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در این عملی سازی سیاست‌ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلبکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلبکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلبکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی و در ابتدا شروع می‌کنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلبکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی همصحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پریزین آزاده رحمان مراجعت کرده است؟ مرحبا. درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیم رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی قدرت در اختیارشان باشد و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنا وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بودیم، شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم. من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاق های زندان هاشون مثل تاریک است و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونا نمیتونن افراد مثل عبدالقادر رو تحمل کنن. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونا قبول ندارن. تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظر شما رو در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلبکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمی‌یابد؟ مرحبا. من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلبکوف یا که از جمشید یوروف یا نمیدونم از یگان کسی دیگر عموما نمیترسد. وای میترسد از ایده و تاثیر همین ایده هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنند، دخالت کنند. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلبکوف دارد این تاثیر همون ایده و تاثیر حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چقدرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر بعدتر فرصت شود من باز خیلی کشاتر روشنتر کرده میفهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت به حکومتداران ما میآورد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار میآورند، نه یگانجا آنها کار مییابند، نه یگان امکانیتی پهن کردن همان مفکوره و ایده و ایدئولوژی خود را دارند. حالا بیاید به سوال بعدی. این عقیده هم هست که عبدالقادر طلبکوف را که خود را زردشتی اعلام کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقل میکند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی میگویید؟ ببینید، من فکر نمیکنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه. یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهم باز نمیکند. حتی چه اعتقادی خود امام رحمان. یه مثال میزنم تون ببینید. امام رحمان به ظاهر مسلمان است، خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده،
اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرقیزستان دیده، رسانه‌ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروزی ازبکستان شوکت میرزیویف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقش ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و صد راهی گوییم که تأمین زندگی شود. و اینجا اصلی کار ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلبکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟ خب ببینید، در هر صورت ظاهراً کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی بخاصه خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نه دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونا تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون ده. به خاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساس زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان به طور زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی رو میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتوند کار کنه، نتوند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری میشد تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی باید شاید باشه، اما در هر صورت از نظر قانونی، از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفر که نه چون این موضوع به ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چی فرق میکنه؟ بگذار که مثلا درباره زردشتی، درباره هر چی دیگه باشه، مردم درباره افراط‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردشتی که به حد تروریسم خطر نداره برای جامعه. تشکر. جمشید یاروف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی؟ بیشتر نظرتون چی است؟ البته که یگان کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده‌های مخالف داشتن با کارگرش او را از کار پیش کند. در کودکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نوشته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم را از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ را جناب طلبکوف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننوشتم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یگان جمعیتی ترتیبات همی کارپوراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالا از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افطاریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد ببینید طلبکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟ در این حالت اگر او نارضا باشد از این کار میتواند که با سود برای برقرار کردن به همین وظیفه‌اش مراجعت کند. چرا این کار را نمیکند؟ میداند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همین خلاصه میبرد که یگان اساسی برای قبول کردن عریضه
بررسی چنین عریضه وجود ندارد یا اینکه الکه عبدالقادر طلبکov عریضه رو پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است این باز هم یک نشان دهنده آن است که باوری به همین سیستم سودی ندارد نمیخواهد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود چون که مجبور کردن شما گفتید ما حالا انیق نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبرید و نسبت ما فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کرده نمیشود 100% تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و ادوات ملی و نژادی و محلگرایی و دیگر حکومت ما نسبت طلبکov آغاز کردن رو دارد 100% در حالتایی که عموما چنین تشکر در این حالت باشد 100% هست تشکر ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم ماندن به اداره دولتی به کار قبول کرده نمیشوند و یا شون هم به سختی آنها را به کار میگیرند حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است یعنی تنقید اندک هم نباید باشد جناب ظفر صوفی مرحمت ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت با انسان‌ها اعتقادشان باشد وای بر حال اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است فرق نمی‌کند دیکتاتوری یک دین است دیکتاتوری یک شخص است دیکتاتوری یک گروه است در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است جامعه آزاد نیست وقتی به انسان از دیدگاه اعتقادش نگاه می‌کند و انسان در جامعه‌های سالم که باعث رشدشون هم شده و از دیدگاه تواناییش استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود نهادهای مخصوص میان باهاش صحبت میکنن مثلا دادگاه حکم صادر میکنه متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست و حالا که اگر به سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگوییم این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد چه برسد به انتقاد چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمیکنه از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی به ندرت میشد که چیزی بگوید ما که نمیشناسیم ما و شما در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقد این حکومت نبوده که بگیم از این دیدگاه آمدن یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کنه فقط عبدالقادر یک انسانی است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگوید در هر موردی میخواد بگوید البته همیشه هم نمیگوید اما در هر صورت تلاشای داشت و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتی هیچ جایگاه نگذاشتن شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالاً در این وقتهای آخر چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان تشکر جمشید یاروف میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم شما چی میخواید بگویید مرحمت بله من در اول میخواستم درباره همون تاثیر که سبب گویا اساسی فشار آوردن زردشتی بودنی طلبکov رو بگم من فکر میکنم که در اینجا زردشتی یکون نمیدونم دین و مذهب دیگر یکون رول رو نمیبازد رول اساسی برای چنین شدن کار آن رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبکov اگر حکومت مانع نمیشد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتی ها این یک سیگنال میشد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید شما علیه امکانیت دارید میتوانید دیگر اتحادیه کنید میتوانید دیگر ایدئولوژی رو پهن کنید و این میتوانید که باوری مردم رو از همان پروپاگاندای که در وسیله اخبار عامه می رود از اون ایدئولوژی دولتی از اون ایدئولوژی حزب خلق دموکراتیک به طرف دیگر ایدئولوژی کشد
و باوری مردم رو به حکومت پس کند. این یکی از سبب‌های اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای طلبکوف و دیگران و جامعه نشان دادند که یگان کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یگان دیگراندیشی، گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح تشکر. باشد. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلبکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشتی نمی بود و با چنین مناسبت روبرو میشد با وی چنین مناسبت میکردن؟ راستی جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغی داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام میکردن نمیدونم اتحادیه زردشتی عبدالقادر، چه مشکلی برای کشور میشه؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیون، خیلی تنگ نظرن. والا عرض کردم که مثل قالب تفکرشون مثل قالب دیوارای زندانشون، از سلولای زندانشون، مثلا یک چارکوجه است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی هست. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه متاسفانه یک جامعه خیلی ساکت، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلامگونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیراً من یه خبر در آزادی خوندم، مثلا اونجا آمار آورده داد که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه‌نگار مورد لطکوب قرار دادن. هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کار نکرده باشد. جامعه هم هیچ وقت نپرسته. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت امال گرفتن بردن محکم کردن دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوستی ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشی، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زدوبندهای فکری زاینده رشد از زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیش راه اینا بگیریم؟ من نمیفهمم حکومت پاکستان چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چیکار میکنن؟ تشکر. ببینید حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یارف، نظر شما چی است؟ این بیانگری آن است که شما مارشال و فیلد مارشال و گنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیوی تاجیکستان باشد، این یگان رول نمیبازد در آنی که این یگان رول همچون حمایت شما بر ضد ناعدالتی را نمیبازد، چون که این عنوان ها خیلی که داده شدن میتوانند بعد در رفت مرافع سعودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بی‌عدالتی این شده نمیتواند و خیلی کم تاریخ نشان داد. وزیران هم رفتن محکم شدند، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدند. یگان رول برای حمایت نیست این چیزا. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت نظر شما به عین به همین سوالی که حالا من به همصحبتمان دادم چی است؟ شما چی میگویید؟ بله
خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن. مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و عموما همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشنفکرها و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشد. قانون باید که این چیزا رو تضمین میکند و قانون اساسی تاجیکستان تضمین میکند، اما قانون اساسی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اساسی تاجیکستان زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر اینکه مثلا اونی که متجاوز است آمده است قانون اساسی تجاوز کرد، اون هم شهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتوند بیارد این کار. فرق ندارد اگر من آمدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره. حالا چه برسه به هم محل من و خشتبار من. وقتی اگر برای ما قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان، اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثا نمیاد و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است، توانایی دارد، سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادر هم خیلی بعضا تند میره، البته واکنشش با گویا با تندگرا هاست، در هر صورت بعضا تند میره، من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یا نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر، چرا به اماد رحمان. این کشور بجز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سما. هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه. باید همین 3 نفر حل کنه. ببینید عبدالقادر طالبکوف یعنی آریا مهر زردشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست‌های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف، نظر شما مرحبا. ولی چونین از من چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفدار حکومت هستید، آشکارا از تمام اقدامات او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای آنها جای میگرفته یگان افرادی تصمیم گرفته باشد، نوبسته از خدمت های شما، نوبسته از مدال و عنوان های شما، نوبسته از آنه که شما در رسانه ها شب نگفته روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بالای شما فشار آورده میشود و بعد اگر شما یگان جای امن نرفته باشید و پنهان نشوید از آنها، حتما که نسبت شما با یگان جرم پرونده آغاز کرده میشود، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشود، تا اینکه با این گپ‌های خود، با ایده خود مغز سری همون مردم عادی رو هیچ نکنید و گرنگ نکنید، یگان ایده الटरनेटिव्ی در سری آنها نکنید. و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یوروف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.